هفت روز د سرمها تیرمهیره درباز دبن لی هینجی لباشور کردستان موچه ماه حزیران نهاتیه داین. حکومت عراقیش بو هنارتنا موچه خورین باشور کردستان هنک مرج دانینه لی بلی حکومت باشور کردستان دی بیجه کو او نکارن وی مرجی بجهبینن. حکومت عراقی هر مه نیزی 905 میلیارد دیناری جبو دابشکرنا موچه خوران جه حکومت باشور کردستان رتشینه. لی بریا شاندنا وی کومیج پریان دوی حکومت باشور کردستان نیزی 120 میلیارد دینار دهاتا نافخویی یا نه پترولیش بو عراقی وگرینه. دنها ده حکومت هرما کردستان هول ده که شاندنا وی کومیج پریان جبو حکومت عراقی کم بکه. به حنجتا وی که دهاتا نافخویی کردستان کم بویه. جبو وی مبسته ده هفته بوری ده شانده که وزارت دارایی و آبوری باشور کردستان سردانا بغدای کر اولگل وزیر دارایی و آبوری عراقی فالحصاری جویان. لی وزیر دارایی و آبوری عراقی جشان دا هرما کردستان را راگهاند بو که او نکاره وان پریان 120 میلیارد دیناری کمتر بکه. او بریاره که وها ند دسلاتا ویده دوی انجمنا وزیران عراقی وی بریاره بده. جبرویه که دی جوین آبوری انجمنا وزیران عراقی ده سروک وزیر عراقی علی زیدی راگهاند که او را دستگرنا دهاتا نفخویی باشور کردستان یا کمتری 120 میلیارد دینار عراقی قبول ناکن. وی هر وها گوت که دوی دهاتین هرما کردستان شفاف بن و همو دهات جبو خزینه دولت بیوگراندن. هفدم وزیر دارایی و آبوری عراقی جشان دا حکومت باشور کردستان را راگهان دیه تجاران از موچه خورین باشور کردستان پاش ناخینم. لی دوی حکومت کردستان 120 میلیارد دیناریش بو عراقی وگرینه. آنا امی وی پریج موچه هرمی ببرن. بریان هاجی سروک حکومت باشور کردستان مسرور برزانی راگهاند بو که وگراندن 120 میلیارد دیناریش آلی حکومت عراقی و تو بنگه خوی یاسایی نینن. وی هر وها گوت بو که دیدما خوده اف بریار جالی کسی کی بتنی و هاتیه دان. برپرسین حکومت باشور کردستان دی بیجن که دماوان لسر را دستگرنا 120 میلیارد دیناری لگل حکومت عراقی لحف کربو داهاتا نفخویی باشور کردستان 320 میلیارد دینار بو. لینها داهات کم بویا او داکتیه نیزی 85 میلیارد دینار عراقی. لگوری ریکفتنه که دوی باشور کردستان روزانه 200,000 برمیل پترول و ماهانه 120 میلیارد دینار جداهاتا نه پترولی را دستی حکومت عراقی بکه. دهمبر ده حکومت عراقی ماهانه نزدیکی 905 میلیارد دینار عراقی جبو موچه خوران را دستی حکومت باشور کردستانی دکه.